برخی اقتصادشناسان میگویند عضویت تاجیکستان در اتحاد اوراسیا نه تنها همه مشکلات مهاجران کاری را از بین میبرد، بلکه درآمد آنها را 2 برابر افزایش میدهد. سال گذشته نزدیک 1 میلیون تاجیک برای کار بر روسیه رفته و 2.5 میلیارد دلار فرستادند. اقتصادشناسان فضای یگانه اقتصادی و جایهای نوی کاری را به عنوان افضلیت‌های نام میبرند که با عضویت در اتحاد اوراسیا فراهم می شود. طبعا یکی از طلبات‌های اساسی حرکت آزادی سرمایه است. این به آن معنی است که صاحبکاران ما بر رقابت آزاد جلب می شوند. با وجود چنین دورنما تاجیکستان برای وارد شدن به این اتحاد سراسیمه نیست. مقامات میگویند تجربه کشورهای دیگری عضو را می آموزند، ولی تحلیلگران مستقل مانع اصلی را برای وارد شدن به اتحاد در تجارت‌های بزرگ می‌بینند که به حکومتداران تعلق دارند. تاجران تاجیک با منصبداران دولتی علاقمند آیا می توانند رقابت پذیر باشند؟ آنها از این رقابت می ترسند. آنگاه رقابت آزاد خواهد شد. در این حالت وضع صاحبکارانی که صدها میلیون دلارشان توسط رقابت آزاد به دست نآمده است در وضعیت ناگوار قرار خواهند گرفت. صرف نظر از بعضی برتری‌ها، برخی از کارشناسان بر اینند که تاجیکستان باید شتاب نکند، بخصوص با شرط‌هایی که قرقیزستان و ارمنستان عضو این سازمان گشتند. در صورت غیر، تاجیکستان به یک دولت دستنگر تبدیل می‌یابد. همراه شوی به چنین اتحادیه‌های اقتصادی در آن حالت مفید است که اگر با شرایط خوب به آن وارد شوید. وقتی اقتصادیات کشور شما نزدیک و یا برابر با دولت‌های دیگری عضو است، آن وقت به صدای شما گوش می‌دهند و شما می‌توانید چیزی را حل کنید. حالا ما می‌بینیم که بیشتری ها در قرقیزستان از این عضویت راضی نیستند. در قزاقستان نیز همین گونه. چرا؟ برای آنکه نظر به دیگر دولت‌های عضو رشدی کمتر دارند. اما طرفداران و مخالفان ورود تاجیکستان به اتحاد اوراسیا میگویند پیوستن کشور به اتحاد تنها کاری وقت است.